من واقعا به یک منطقی رسیدم در آستانه 54 سالگیم. واقعا این که چیزی به من برمیخوره، واقعا بعد اول یقه خودم رو بگیرم، به خاطر اینکه انقدر باید بسیط به دنیا نگاه کنم، انقدر باید نگاه وسیعی داشته باشم، انقدر باید تکلیفم با خودم روشن باشه که با جملات دیگران دچار تزلزل نشم. اینا به نظرم نکات مهمیه. ما حتما به عنوان مردم، حتما به عنوان هنرمند، حتما به عنوان بخش جدی از جامعهمون، حتما به مسئولامون میگیم که لطفاً خیلی جدی اول یقه خودتون رو بگیرین، یقه خودتون، بچه هاتون، خانواده‌تون، رفتارتون، تفکرتون، یقتون رو بگیرین، بعد توقع داشته باشید مردم چیکار بکنن.